خب درود مجدد به همه دوستان. تو بخش 3 از فصل 1 ما یه سری مثالهای مختلف عملی رو میخوایم از کاربردهای کنترل و سیستم‌های کنترل با هم دیگه بزنیم. تو بخش اول یه مقدمه از خود این مثال‌ها میگیم که چطوری کنترل توی زمینه‌های مختلف، حالا هم صنعتی، هم خانگی، هم سیستم‌های پیشرفته، هم پهپادها، هم چه میدونم سیستم‌های پزشکی و کلا در همه علوم، حتی موارد مربوط به اقتصاد، موارد اجتماعی و همه اینا چطوری میتونه وارد بشه. و بعد شروع میکنیم تو اسلایدهای بعدی یکی یکی مثالهای مختلف زدن. مثلا تو اسلاید دوم در واقع خودروسازی و سیستم‌های اتوماسیونی که توی خودروسازی استفاده میشه و این که انسان چطوری توی لوپ کنترل قرار گرفته توی اسلاید 3. مثلا چطوری می اومده از قدیم فرض بکنید کنترل سطح آب رو با چشم کنترل میکرده و یه شیر کنترلی رو کم و زیاد میکرده که اون سطح آب توی مخزن از یه حدی بیشتر یا کمتر نشه. و یه جورایی میشه گفت که انسان هم توی این حلقه لوپ میتونه وجود داشته باشه. مثالهای قدیمی مربوط به این رو میزنه و بعدش حالا پیشرفته ترش میکنه و انواع ربات ها رو مطرح میکنه که شبیه انسان هستن و کارهایی رو انجام میدن که تا جایی که ممکنه به خود انسان شبیه، که فوق العاده سیستم های کنترلی پیشرفته‌ای برای این موضوع احتیاجه، حتی برای کنترل پایداری این ربات ها، یعنی زمین نخورن. و انواع اقسام سیستم ها با درجه های آزادی مختلف ما تحت کنترل دقیق میکروپروسسورها و کنترلرهایی هستن که انواع و اقسام وظایف این ربات ها رو براشون تعریف بکنن. بعد توی صنعت برق به خصوص وقتی که شما مثلا ورودی های مختلفی دارید، مثلا مقدار آب، فشار آب، نمیدونم مقدار دما و چند تا ورودی دیگه، و سعی کنید به کمک بویلرها و بقیه قسمت های یک موتور برقی توی صنعت حالا تولید برق بیاید و پایداری سیستمتون رو به کمک سیستم‌های کنترلی فیدبکی کنترل بکنید. که حالا بازم مثال میزنه که آقا این ممکنه خیلی دقیق نباشه، ولی یه جورایی دید کلی رو خیلی خوب برای ما تعریف میکنه که چطوری این رو کنترل کنیم. توی مهندسی پزشکی مثال داره که خب حالا توی مهندسی پزشکی ما سیستم‌های کنترلی خیلی خیلی زیاد هستن و یه جورایی فرض بفرمایید شما یه دست مصنوعی میخواید بسازید، باید این دست تمام حرکات ظریف رو توسط موتورهای مختلف که حالا فرماناش رو از میکرو میگیره باید بتونه کنترل بکنه و حس لمس رو به ما بده، یا مثلا برای کنترل اتوماتیک توزیع دارو توی بدن، نحوه های دارورسانی یا روش های درمانی مختلف چطوری کنترل بشه که بهینه برای ما جواب بده. و خب خیلی تو مهندسی پزشکی میشه گفت کنترل تو همه قسمتاش وارد شده. تو استاد 5 مثالاشو میبینیم. همه اینا البته به صورت مثال دیگه، حالا خیلی همه رو که نمیگه، فقط میخواد بهتون دید بده که چقدر کنترل میتونه قدرتمند باشه توی سیستم‌های اجتماعی، توی اقتصاد، توی سیستم‌های سیاسی. مثلا یه مثال راجع به کنترل میزان درآمد ملی توسط دولت به عنوان کنترلر رو مثال میزنه که حالا باید چطوری هزینه هاش رو کنترل بکنه، ابزارش که مثل مالیات و چیزهای دیگه هستش رو چطوری ازشون استفاده بکنه تا اون درآمد سرانه درآمد ملی که باید بهش برسه رو بتونه به دست بیاره. و شما میبینید که در علوم انسانی چقدر کنترل میتونه کلیدی باشه و چقدر اون حلقه مفقوده توی کشور ما هست این موضوع. و حالا مثالاش یه خورده پیشرفته تر میکنه، مثل UAV ها یا همین پهپادهایی که میبینیم که عملکرد پایداری این پهپادها و انجام وظایفی که بر عهدهشون هست، مثل عکس برداری، مثل کارهای مختلف حتی توی کشاورزی، مثال میزنه که چطوری کنترل میتونه تو اینا نقش کلیدی رو بازی کنه که اگر نباشه اصلا اینا به هیچ وجه حتی ایدهشون هم شکل نمیگرفت. و مثالهای دیگه ای زده توی زمینه‌های مختلف، مثل حالا اینجا تو مثال یکش هم کاربردهای خانگیشو گفته، هم کاربردهای صنعتی رو گفته. که مثلا توی خونه ما فرض کنید ترموستات وسایل مختلف، یا توی یخچال کنترل دمای یخچال، همه اینا توسط روش‌های ساده کنترلی داره انجام میشه. اتو، بخاری، آب گرم کن، همشون یه جورایی یه کنترل فیدبکی رو دارن انجام میدن. و مثال صنعتی هم همینجا میزنه داخلش. و توی شماره 9 مثالای صنعتیشو باز گسترده تر میکنه، مثل کارخونه های مثل نورد فلزات مختلف،
و کارخونه های مختلف، اتوماسیون هایی که تو اینا استفاده میشه. و نه، خب این اسلاید یه جورایی یه مقدمه است برای بخش کاربردهای سیستم های کنترل و ایده اصلیش اینه که اصولا هدف محور هستن این سیستم ها. یعنی شما توی مهندسی کنترل تمرکز اصلیتون به طراحی و تحلیل سیستماییه که برای رسیدن به هدف یا یه رفتار مطلوب طراحی میشن. حالا از کنترل یک دمای یه اتاق بگیر تا تثبیت موقعیت یه ربات پرنده توی به خصوص سیستم‌های مدرن. حالا مفاهیمی فراتر از حالا تنظیمات مطرح هستش دیگه تو کنترل. مثلا یه تنظیم ساده رو ما بهش کنترل فقط نمیگیم. چیا رو توش باش برخورد داریم؟ یکی سیستم های سلف ارگانایزینگ هستش یا اصطلاحاً خودسازمانده که این سیستما میتونن ساختار عملکرد خودشون رو مرتباً متناسب با محیط تغییر بدن. یکی سیستم های تطبیقی هست یا ادپتیو هست که اینا پارامتراشون رو وقتی که یک تغییر ناگهانی تو محیط یا بار ایجاد میشه، پارامتراشون رو میتونن خودشون تنظیم بکنن. و یکی هم کنترل روباست هست یا کنترل مقاوم که حالا اگه اختشاشی یا عدم قطعیتی به یه سیستم کنترلی وارد بشه میتونن پایداری سیستم رو تضمین بکنن. خب پس حالا چیزهای دیگه هم هست که سیستم‌های مثلا یادگیرنده هست، سیستم‌های بهینه هست. یادگیرنده یعنی چی؟ یعنی یه سری داده بهش بدیم که هی مرتب عملکردش رو بهبود بدیم، مثلا توی ربات‌ها یا سیستم‌های هوشمند. و کنترل بهینه هست که توی به دست آوردن بهترین پاسخ بر اساس تابع هزینه‌ای که ما براش طراحی می‌کنیم اصطلاحاً بهش میگیم کنترل بهینه. حالا ما توی این فصل سعی میکنیم که کاربردهای دنیای واقعی رو بررسی بکنیم، کاربردهای کنترل تو دنیای واقعی، از کنترل خودرو بگیر تا بازوی رباتیک تا نیروگاه‌ها تا حتی بدن انسان که مثلا توی مهندسی پزشکی ببینیم چه کاربردی داره، مثل کنترل فشار خون یا سطح گلوکز. کلا مخاطب توی این بخش متوجه میشه که کنترل فقط محدود به سیستم‌های مکانیکی یا الکترونیکی نیست، بلکه توی زیست پزشکی، اقتصاد، انرژی و حتی سیستم‌های اجتماعی هم میتونه ریشه داشته باشه. خب حالا این اسلاید یکی از کاربردهای امروزی و خیلی مهم سیستم‌های کنترل رو بررسی میکنه. کنترل فرمون خودرو، به خصوص فرمون خودرویی که خودران باشه. ببینید اصولا تو خودران ما سیستم باید بتونه اطلاعات محیطی رو از طریق حسگرها، مثلا حسگر منظور همون سنسور دیگه، مثلا دوربینا، مثل لایدارها، مثل جی پی اس ها مرتب دریافت بکنه و سپس این مسیر مناسب رو به جلوش رو پیش بینی بکنه و اجرا بکنه. کنترل فرمان یا همون استیرینگ به عنوان یکی از مؤلفه های حیاتی توی کنترل وسیله نقلیه مسئول تعیین جهت حرکت کنترل. دومی مکانیزم فیدبک هست یا مکانیزم بازخورد هست که توی این مثالی که ما داریم برای رانندگی میشه مقایسه بین مسیر مطلوب، یعنی اون چیزی که خودرو باید طی می‌کرده، و مسیر واقعی که این خودرو واقعا طی میکنه. حالا توی این بلوک دیاگرام اگه در نظر بگیرید، من اگه اینو بیارم نگاه کنید، توی بلوک دیاگراممون این پایین میشه مسیر فیدبکمون. یعنی من اینجا مسیر حرکت اکچوال خودروم رو دارم، یه مسیر دیزایردی هم به عنوان مسیر اولیه براش تعریف کردم. خب اون اولیه ها رو توی واقعی که نمیره که، یه مسیری برای خودش میره که نزدیک به این اولیه هست معمولا اگه حالا سیستمتون اوکی باشه. بعد میاد از این مقادیر فیدبک میگیره، یعنی اندازه‌گیری میکنه خروجی اکچوال رو و مجددا میفرسته به ورودی و با ورودی مطلوب مقایسهش میکنه و یه خطایی تولید میشه و این خطا رو میده به کنترلرش که حالا ما درایور هستش، اون میده به اکچویتورش که استیرینگ مکانیزم هستش و مثلا فرمون و اینجور چیزا. و فرمون هم بالاخره به خود اتومبیل که پروسس ما هستش در واقع مسیر جدید رو مرتباً
تعیین میکنه براش. خب بنابراین الان تو این شکل 1-10 قسمت Aش من میتونم این بلوک دیاگرام کامل از این سیستم رو نشون بدم که توی اون راننده یا سیستم خودران نقش کنترل کننده رو داره، این درایوری که اینجا میبینید. توی شکل B خودرو رو میبینیم که دائما در حال تنظیم جهت حرکت خودش بر اساس تفاوت بین مسیر دلخواه و مسیر واقعی دیگه. این فرض کنید مسیر دلخواه تو خط وسط این لاین حرکت کردنه، ولی مسیر واقعی مثلا فرض کنید توی این فلش یه ذره متمایل به خط ممتد وسط شده و میبینید که این باید سعی بکنه این اختلاف رو مرتبا توسط اون سیستم اکچویتور و درایوری که داره به عنوان کنترلر و اکچویتور که میشه همون فرمون و کلاچ و ترمز و اینجور چیزا، سعی کنه اینو کنترل بکنه و به پروسس خودش که خود اتومبیل هست تو مسیر درست نگرش داره. حالا توی شکل C هم اگه ببینیم، اگه حالا اینجا بیاد، خب شکل C رو نگاه بکنید، یه مسیر حرکت یا مسافرت به صورت دیزایر داریم، این سیاهه که انتظار داریم این شکلی حرکت کنه خودرومون، ولی این مسیر واقعی که واقعا حرکت میکنه یا actual direction of travel میبینید که یه مسیر نقطه چین هست که سعی کرده مسیر مطلوب رو مرتبا دنبال بکنه. سیستممون هم در طول زمانه دیگه، یعنی مرتب نشون میده که سیستم چطوری هی مسیر واقعی رو به مسیر مطلوب نزدیک میکنه. خیلی مهمه دیگه. این مثال خیلی مثال خوبیه که اهمیت فیدبک و کنترل تطبیقی رو ما توی کاربردهای دنیای واقعی ببینیم، حالا مخصوصا برای سیستمایی که در شرایط متغیر محیطی باید تصمیم گیری کنن. تشبیه، حالا یه تشبیه خوب دیگه مقایسه با کنترل فرمان توی کشتی یا هواپیماست، یعنی جایی که تغییر جهت باید بر اساس فیدبک دائمی مرتبا انجام بشه. حالا مخاطب ما باید این موضوع رو درک بکنه که مهندسی کنترل فقط مربوط به ماشینالات صنعتی نیست، بلکه مستقیما توی فناوری‌های پیشرفته مثل خودروهای هوشمند هم نقش اساسی داره. خب توی این اسلاید میخوایم یه سیستم کنترلی حلقه بسته رو معرفی بکنیم که به صورت دستی داره انجام میشه، یعنی یه جورایی یه انسان اینجا قرار گرفته، این آقایی که اینجا میبینید، و ایشون داره کار کنترلی حلقه بسته ما رو انجام میده. اصطلاحاً به اینجور سیستما human in the loop هم میگن. خب چیکار قرار بکنه؟ قرار این سطح مایع درون این مخزن رو به صورت دستی خودش این فرد، این اپراتوری که اینجا هستش، کنترل بکنه. این اپراتور نگاه میکنه به سطح مایع از طریق این پنجره شفافی که روی مخزن میبینی و تشخیص میده که حالا چقدر این شیر باید باز و بسته باشه. حالا اصل کاری ها اینجا چی هستن؟ یکی اینپوت هست تو این سیستم که اینپوت شما اون سطح مایع مطلوبه، مثل اون مثال رانندگی که مسیر مطلوب بود، اینجا هم سطح مایعی که ما باید بهش برسیم هست. کی اینو میدونه؟ این آقای اپراتور اینجا داره نگاه میکنه به این سطح و مقایسه میکنه با اون چیزی که باید بهش برسه، یعنی تو ذهن خودش به خاطر سپرده اینو. بعد یه سنسور دارم، حالا یه پاور امپلیفایر دارم. پاور امپلیفایر میشه در واقع این دستان این فرد، یعنی محرک من اینجا این شیری است که اینجا داره تنظیم جریان خروجی رو انجام میده. حالا ترکیبش با دستای این فرد هم میتونه باشه. یه البته نه دیگه، محرک من این شیره خواهد بود، تقویت کننده توان من یا پاور امپلیفایر من دستای این فرد میشه دیگه. دقیقاً نگاه کنید از عضلاتش برای باز و بسته کردن این شیره داره استفاده میکنه و سنسور من هم میشه خب چشم این فرد که داره سطح آب و هی مرتب مقایسه میکنه با اون سطح، در واقع سطحی که باید باشه، و نهایتاً چک میکنه اگه از اون سطحی که مد نظرش هست خارج شد، توسط این باز و بسته کردن این شیره میاد و سعی میکنه مقدارش رو کنترل کنه. پس چی شد؟ ببینید سیستم من که حالا این سیستم کنترل سطح مایع هست تو این تانکه، ورودی من اون سطح مایع مطلوبی است که باید بهش برسم. پاور امپلیفایر من یا همون یه جورایی حالا اسمشو بذاریم تقویت کننده توان من میشه عضلات این فرد که میخواد این شیره رو بچرخونه. سنسور من میشه چشمش که نگاه میکنه. اما اکچویتور هم نگفتیم، اکچویتور هم که میشه همین در واقع شیری که اینجا تعبیه شده برای اینکه خروجی آب رو کنترل بکنه.
یعنی عملا انسان تو این مثال ناظر ما هست و تنظیم کننده ما هست تو این حلقه کنترلی ساده‌ای که اینجا مطرح شده. یه جورایی فیدبک ما از نوع بصری اصطلاحاً، یعنی فرد نگاه میکنه و فیدبک میگیره و تصمیم گیریمونم و اعمال فرمانمونم که توسط خود انسان داره انجام میشه. بنابراین میشه گفت که این یه نمونه ساده ولی مهم از یه کنترل دستی هستش. خب پس میشه گفت که این مثال نشون میده که ما خیلی از این سیستم‌های کنترلری که امروز داریم من واقعا همینجوری هستن. یه اپراتور هستش که به سیستم واقفه، مسلطه و این اپراتور انسانی نقش کلیدی تو کنترل سیستم ما داره. از قدیم هم این موضوع بوده و تا به امروز هم اکثر کنترلرهایی که طراحی شده و سیستم‌های کنترلی که طراحی شده شامل حلقه انسانی بودن و شناخت درست این فرد اپراتور برای طراحی سیستم خیلی خیلی برای ما ضروری. حالا هرچی اتوماتیک تر بشه، اتوماسیونا بیان وسط، ممکنه که نقش انسان توی این کنترل ها کمتر بشه، ولی خب میبینید که نقش بی‌بدیلی داره و خیلی کلیدی هست در اکثر سیستم های کنترلی. حالا یکیشو اینجا مثال زدیم. این اسلاید هم یکی از حوزه های جذاب سیستم های کنترلی رو معرفی میکنه که ربات های انسان نما هستن اصطلاحاً، یا humanoid robots، ربات های انسان نما. کارشون چیه؟ اینا قراره جایگزین نیروی کار انسانی بشن دیگه عملا. و حالا بحث میکنه راجع به که اولا اصطلاح ربات چیه. ببینید اولین بار یه نویسنده اهل جمهوری چک که حالا اون موقع چکسلواکی بود به اسم کارل چاپک اصطلاحاً در 1923 واژه روبوتا رو مطرح کرد که یه جورایی معنیش معنی کار یا وظیفه معنی میده یه جورایی. و اگه من بخوام حالا ربات رو بهتر تعریف بکنم، دفینیشن برای ربات بیارم، ببینید ربات دستگاهیه که با استفاده از کنترل رایانه‌ای و الکترونیکی وظایفی رو انجام میده که شبیه وظایف انسانه. یه جورایی دیگه ربات ها الان یه بخش جدایی ناپذیر هستن از اتوماسیون صنعتی. دیگه نمیشه نقش کلیدیشون رو نادیده بشه گرفت. خود ربات‌های صنعتی از اتوماسیون صنعتی دیگه. ببین خود ربات‌های صنعتی چی ان؟ ربات‌های صنعتی توی خطوط تولیدن، مثلا توی مونتاژن، توی جوشکاری ان، توی نقاشی ان. کلا هر وظیفه تکراری که ممکنه استفاده بشه ما سعی میکنیم که به جای نیروی انسانی از اینجور ربات‌ها استفاده بکنیم. بعد ویژگی هایی که حالا این انسان مانندا اصطلاحاً دارن، هیومن لایک ها دارن، اینه که ربات‌های انسان نما اغلب دارای اندام‌هایی هستن که مشابه بازو و دست و مچ آدم هستن دیگه و سازوکارهای آنترومورفیک استفاده میکنن. چرا؟ چون تعاملشون تا جایی که ممکنه انسانی تر میشه اینجوری. خب اگه ما بخوایم یه مقایسه از ماشین و انسان داشته باشیم، میتونیم بگیم که ماشین توی محیط‌های سمی و انجام فعالیت‌های تکراری، چیزایی که خیلی خسته کننده است، و یا انجام وظایفی توی حتی اعماق دریا، توی فضا، نسبت به انسان خب برتری داره مشخصاً. انسان‌ها چی؟ انسان‌ها توی نشون دادن احساسات، قضاوت‌های اخلاقی، یادگیری‌های خلاقانه، تعاملات انسانی، میشه گفت که خب بالاخره نسبت به ربات‌ها برتری داره. دست کم فعلا این اتفاق افتاده. حالا این شکل 1.12 که اینجا میبینید ربات انسان نمای آسیمو هست، ساخت شرکت هوندا، که حالا راه میره، پله ها بالا میره، گوشه ها رو دور میزنه و خودش نماد پیشرفت توی طراحی ربات‌های شبیه ساز انسانه. یه جدول هم داریم توی این اسلاید که یه مکمل خوبیه برای این اسلاید. به صورت مقایسه‌ای نشون میده که کدوم یکی از وظایف برای ماشینا دشواره، کدوم برای انسان‌ها، که حالا یه خورم راجبش صحبت کردیم. خب اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، باید بگیم که این اسلاید هدفش اینه که مخاطب نشون بده که چطوری ربات‌ها برای جایگزینی یا کمک به انسان‌ها توی وظایف خاص طراحی شدن. و خب کلیدیه که این موضوع رو بدونیم که خب خیلی واضح هم هست که میدونیم که تفاوت‌های خیلی قابل توجهی هم بین این
وظایف انسان و ماشین وجود داره، هرچند که با این پیشرفتی که توی ربات ها داریم میبینیم احساسمون اینه که هر روز بیشتر اینا به سمت انجام وظایفی میرن که از گذشته تا به امروز فقط توسط انسان ها قابل اجرا بوده و این موضوع رو هم میتونه جذاب بکنه و هم ممکنه که در آینده خطراتی رو برای خود انسان ها هم قطعا داشته باشه. این اسلاید یکی از شاید بشه گفت پیشرفته ترین و کاربردی ترین نمونه های سیستم های کنترلی تو صنعت برقه، به خصوص حالا توی نیروگاه های حرارتی. حالا نیروگاه حرارتی که البته از دیگ بخار استفاده میکنن دیگه، بویلر و جنراتور و اینجور چیزا. اهمیتش برای چیه؟ یه جورایی اهمیت صنعتیش دیگه. ببینید صنعت برق برای ما خب یکی از صنایعی که فاصله خیلی کمی بین تئوری کنترل و کاربرد واقعیشو داره، یعنی اغلب نظریه‌های کنترلی مستقیما تو این صنعت استفاده میشه. تمرکز اصلیمون چیه؟ من این لیزر من بیارم. تمرکز اصلی ما تبدیل انرژیه، مثلا تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی و دوباره به الکتریکی، و این که ما بتونیم این فرآیند رو کنترل کنیم و توزیع بهینه انرژی رو داشته باشیم برای ما خیلی کلیدی هست. چرا حالا ما نیاز حیاتی داریم بهش؟ ببینید با توجه به افزایش تقاضا برای بهره‌وری انرژی و کاهش اتلاف آلایندگی، نقش کنترل خودکار و رایانه‌ای خیلی پررنگ‌تر شده و این برای ما باعث میشه که نقش این موضوع خیلی کلیدی باشه. این وسط سیستم‌های ما خیلی پیچیدگی‌های بالایی دارن. کلا توی نیروگاه بزرگ متغیرهای متعددی داریم دیگه، مثلا فشار و دما و اکسیژن و سرعت و نمیدونم میزان تولید و خود سرعت شفت و این داستانا که همشون باید همزمان و هماهنگ کنترل بشن و ما نمیتونیم این کار به صورت دستی انجام بدیم. یه بحث دیگه هم بحث اسکیل هست یا مقیاس گسترده‌ای هستش که ما باش کار داریم. ببینید کنترل کننده مرکزی مثلا یه کامپیوتر صنعتی معمولاً باید نزدیک به 90 تا متغیر رو به صورت همزمان مدیریت بکنه و خب این کار باعث میشه که یه جورایی حساس باشیم دیگه روی سیستم. و نهایتاً چالش ها. خب ببینید ما خیلی از متغیرهای مهم مثل کیفیت بخار یا ترکیب‌های شیمیاییمون ممکنه که به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نباشه دیگه و این موضوع یه جورایی باعث پیچیدگی بیشتر طراحی کنترلمون هم میشه. حالا تو این شکل 1:13 نگاه کنید، یک دیاگرام بلوکی در واقع سیستم هماهنگ و کنترلی برای یه دیگ بخار ژنراتور رو نشون میده. ورودی هایی مثلا آب، مثل سوخت، مثل دما، مثل فشار، مثل اکسیژن، البته خب ما بیشتر هوا رو به عنوان ورودی میگیریم دیگه، یعنی آب و سوخت و هوا، اینا دارن به دیگ بخار تزریق میشن. پارامترها چیه؟ پارامترهایی که قرار کنترل بشن دما هست، فشار هست، اکسیژن هست و عرض کنم به حضورتون که سرعت شفت هست، میزان تولید هست. اینا همه باید اندازه‌گیری بشن. کامپیوتر مرکزی این داده ها رو با مقادیر مطلوبی که باید باشن مقایسه میکنه، طبق معمول ترک میکنه دیگه. ما بیشتر کنترلی که داریم توی این فصل بررسی میکنیم ترکینگ کنترل هست و هر جا که لازم باشه دستورای اصلاحی رو به شیرها میده، یعنی یه جورای خروجی ها رو میگیره، خروجی ها رو میاد مقایسه میکنه این کامپیوتر و دستورا رو به این والو ها میده که عملا باعث میشه که اون مقادیر مطلوبی که دنبالشون هست رو سعی کنه به اونا برسه. این چرخه فیدبکی هم باعث حفظ پایداری میشه و هم بهینه‌سازی عملکرد نیروگاهمون میشه. حالا کلا پس ببینید میشه گفت پیام کلیدی که حالا این اسلاید داره چیه؟ اینه که سیستم‌های کنترلی توی نیروگاه‌ها یه جورایی مثل یه مغز پنهان میمونن و شما بدون کنترل اتوماتیک، هماهنگ و پیچیده‌ای مثل همین که معرفی کردیم، این سیستما
نمیتونن پایدار باشن، نه اقتصادی باشن و نه حتی ایمنی داشته باشن. بنابراین خیلی خیلی کلیدیه که ما سعی بکنیم از سیستم‌های کنترلی، به خصوص کنترل اتوماتیک استفاده بکنیم توی حالا این مثالی که اینجا دیدیم. حالا بیایم اینجا ببینید توی این اسلاید ما یکی از جدیدترین و میشه گفت انسانی ترین کاربردهای مهندسی کنترل رو میبینیم که توی ساخت پروتزهای هوشمند داره استفاده میشه و خب خیلی هم کاربرد وسیعی داره دیگه. میشه گفتش که مهندسی پزشکی اصولا نه تنها توی طراحی پروتزها بلکه تو کنترل انواع فرآیندهای زیستی از سطح مولکولی و سلولی بگیرید تا سیستم‌های عصبی و قلبی، شما میتونید از کاربردهای مختلف کنترل استفاده بکنید، حتی برای توزیع داروها و حالا اتفاقا مثالهای مختلفی تو همین کتاب هم در رابطه با مهندسی پزشکی و کنترل زده شده. پس ببینید که کاربردهای خیلی وسیعی رو میتونه برای ما پوشش بده. اسکوپی که در واقع داره یا گستره موضوعی که اینجا داره میتونه شامل سیستمایی مثل سیستمای تنظیم دمای بدن، تنفس، ضربان قلب، عملکرد سیستم عصبی مرکزی، همه اینا رو میتونه پوشش بده. و حالا ساختار حلقه بسته‌ای که اینجا داریم ببینید بیشتر برای سیستم‌های زیستی به صورت حلقه بسته هستن دیگه. اغلبشون سیستم‌های سلسله مراتبی دارن یا چند حلقه و تو در تو هستن و کلا برای چیزایی که به پزشکی مربوط میشه. این وسط هم چالش‌هایی که ما داریم، چالش‌های علمی که داریم، مدل سازی دقیق این سیستم‌های خیلی پیچیده است. چون وقتی که شما مدل سازی رو بتونید درست انجام بدید، بعداً میتونید روی ورودی کنترلیش هم کنترل لازم انجام بدید. مثلا فرض کنید من میخوام ببینم که درمان تومور جی بی ام به کمک یک ورودی پرتویی چطوری باید باشه. اول باید مدل سازی بکنم، ببینم چطوری سلولای سرطانی و سالمم رشد میکنن، بعد بیام بعد از اینکه مدل سازی کردم و این مدل رو به یک ورودی درمانی پرتو ربط دادم، حالا بیام اون ورودی درمانی پرتو رو جوری کنترل بهینه بکنم که خروجی سلولای سرطانی من سعی کنم به اون بهینه مینیمومی که میخوام برسه یا سلولای سالمم رو توی بیشترین مقدار ممکن نگه دارم. یه جورایی پس میشه گفت چالش اصلی مدل سازی این سیستم هاست، چون شما ساختار زیستی معمولا های اوردر هستن دیگه، مرتبهشون بالا و تعاملات غیر خطی متعدد دارن و این کار رو برای ما توی مدل سازی سخت میکنه. حالا پیشرفت‌های خیلی زیادی توی پروتزها انجام شده دیگه. ببینید نسل جدید پروتزهای هوشمند همشون قادر هستن که یه جورایی حس لمس و درد و حتی کنترل رو توسط مغز یه جورایی سعی بکنن انجام بدن. یه کنترل هپتیک دارن اصطلاحاً که عملا فرد میتونه کنترل دقیق‌تری روی دست مصنوعی خودش داشته باشه. الان تو شکل 1.14 این موضوع رو میبینید که حالا این شکل پایینی که هوش تولید کرده، این شکل بالایی مال خود کتاب هست. این تصویر دست مصنوعی الکترونیکیه که از نظر چابکی و دقت عملکرد با دست طبیعی انسان برابری میکنه و این پروتزا عملاً معمولاً دارای سنسورهایی برای دریافت سیگنال عصبی و موتورهایی برای اجرای حرکات ظریف هستند و اتصال مغز به پروتز از طریق سیگنال‌های الکترومایوگرافی یا ایمپلنت‌های عصبی برقرار میشه. خب اگه بخوام یه خلاصه ای از این اسلاید بگم، میشه گفت که مهندسی کنترل تو اینجا مستقیما با کیفیت زندگی انسان طرف هست و داره اونو تغییر میده و یه جورایی با بازگردوندن توانایی حرکت و ایجاد حس واقعی لمس. ببینید این فناوری‌ها در مرز بین علم و انسانیت الان قرار دارن و چقدر میتونه که برای ما حیاتی باشه استفاده از کنترل. توی این اسلایدم با یه حوزه نوپا ولی خیلی مهم از مهندسی کنترل آشنا میشیم که استفاده از مفاهیم کنترل توی سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هست. یه جورایی این یه زمینه نوظهوری هستش دیگه، چون کلا برخلاف کاربردهای صنعتیش این حوزه به تحلیل و مدل سازی فرآیندهای فیدبکی در سطح جامعه، اقتصاد و دولت‌ها داره میپردازه و
خب خود جامعه به عنوان یک سیستم فیدبکی اگه در نظرش بگیریم، دولت یا نهادهای قانونگذار نقش کنترل کننده رو دارن که باید خروجی‌هایی مثل درآمد ملی، رشد اقتصادی یا رفاه اجتماعی رو به اون حد مطلوبی که تو ورودی ما براش در نظر میگیریم برسونن. مثال کاربردی اگه بخوایم بزنیم از این، من بیارمش. ببینید مثال کاربردی میتونه سیستم کنترلی درآمد ملی باشه که تو این شکل 1/15 کتابم این موضوع رو میبینید. نشون میده که چطوری دولت با استفاده از هزینه‌های عمومی میاد مالیات و اندازه‌گیری متغیرهای مختلف رو انجام میده و سعی میکنه که درآمد ملی رو یا نشنال اینکام رو کنترل بکنه. الان تو این شکل اگه نگاه بکنین، اجزای حلقه فیدبکیمون خود دولت هستش که اینجا داریمش، مصرف کننده ها هستن یا کانزیومرز، بعد تولید کننده ها هستن، بیزنس پروداکتر بگی شاید بهتر باشه، سیستم های جمع‌آوری مالیات هستش که تکس کالکشنز ها هستش، و سرمایه گذاری های خصوصی هستش که در واقع کمک میکنه همگی اینا تو این مدل حضور داشته باشن. یه اینسایدی اگه بخوایم از این بگیم، یه درک پویایی کلانی اگه بخوایم داشته باشیم، این مدل کمک میکنه تا نحوه تاثیر سیستم‌های اقتصادی دولت مثل افزایش هزینه یا کاهش مالیات بر کل اقتصاد رو بهتر بتونیم بفهمیم. ببینید اگه یه بار دیگه خوب بخوایم بررسیش بکنیم توی این مدل، نگاه کنید من یه ورودی دارم که سطح مطلوب درآمد ملیه، یه کنترلر دارم که مشخصا خود دولت هست، یه پروسس دارم یا یه فرایند دارم که میشه مصرف، سرمایه گذاری و تولید کسب و کار، و یه فیدبک دارم که میاد از طریق اندازه‌گیری درآمد واقعی یا نشنال اینکام، این درآمد واقعی رو اول اندازه‌گیری میکنه و تعدیل اون با ابزارهای کنترلی مثل مالیات و مخارج دولت یا گاورمنت اسپندینگ میاد سعی میکنه که یه جورایی این رو به اون سطح مطلوبی که داره مجددا برگرد. اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم روی این اسلاید، ببینید کلا اگرچه که ممکنه این مدل‌ها به دقت یه سیستم فیزیکی نباشن، ولی خیلی ابزارهای ارزشمندی هستن برای تحلیل و تصمیم گیری های کلان، به خصوص توی علوم انسانی و علوم اقتصادی. و ببینید ما تو این رشته های علوم انسانی و رشته های مثل اقتصاد و این داستان ها چقدر میتونیم از کنترل کمک بگیریم برای انجام پروژه های واقعی تر. و این شاید بشه گفتش که اون حلقه مفقوده توی کشور ما هستش که بعضی از رشته ها چون نمیتونن این ارتباط رو برقرار بکنن نسبت به بقیه دنیا یه ذره ضعیف‌تر موندن، مثلا مشکلات اقتصادی که ما داریم. و این کاربردها همشون نشون میدن که اصول مهندسی کنترل فراتر از صنعته و وارد حوزه‌های سیاست‌گذاری و عدالت اجتماعی و مدیریت و منابع و اینا هم میتونه بشه. این اسلاید هم یک کاربرد خیلی رو به رشد سیستم‌های کنترلی توی هواپیماهای بدون سرنشین رو میگه دیگه، یا همون پهپادا، که حالا یکی از داغ‌ترین زمینه‌های پژوهش و صنعت هم در حال حاضر هستن توی سال 2025 که این ویدیو رو داریم میگیریم. خب اولا خیلی پتانسیل بالایی دارن. من بیارم اینم ببینید پتانسیلشون خیلی بالاست، چون پهپادا اصولا هم تحرکشون زیادن، دسترسی پذیری خیلی خوبی دارن، کارایی بالایی دارن و یه بستر ایدئال هستن برای اینکه شما پیشرفته ترین تکنیک های کنترلی رو روشون استفاده بکنی. حالا وضعیت الان ما چیه؟ وضعیت کنونیمون چیه؟ ببین اغلب پهپادا هنوز به صورت دستی و توسط اپراتورهای زمینی ممکنه کنترل بشن و دلیل اصلی هم اینه که مسائل ایمنی در فضای هوایی خب خیلی پیچیده است و حالا غیر از پهپادایی که این چالش رو حل کردن، خیلی از پهپادها هنوز این چالش رو دارن. چالش اساسی چیه؟ طراحی سیستم کنترل برای اجتناب از برخورد توی پرواز اینها یا این ایر کالیژن اوایدنس هستش که یکی از دغدغه‌های مهم و فعال توی این حوزه هستش.
و هدف نهاییشون چیه؟ رسیدن به یه پهپادهایی که کاملا خودکار باشن، بتونن بدون نیاز به انسان وظایفی مثل عکاسی هوایی، مدیریت بحران، پایش محصولات کشاورزی یا بررسی مناطق دورافتاده رو بتونن برای ما انجام بدن. و نهایتا هم این که روند نوظهوری که ممکنه برای این اتفاق بیفته ادغام هوش مصنوعی یا AI هستش با سیستم‌های کنترلی پهپاد، یه جوری که کنترل در سطح تمامی سطوح، حالا میخواد ناوبری باشه، میخواد مسیریابی باشه، میخواد تصمیم گیری باشه، همشون توسط الگوریتم‌های یادگیری انجام بشن. شکل 1.16 هم ببینید، خب بالاخره یه پهپاد تجاری 4 پره‌ای رو نشون میده دیگه، که یه نمونه ای از UAV های رایج امروزیه و این تصویر خودش حس حرکت و پایداری رو داره به ما منتقل میکنه که حالا عملا میتونه یه مقدمه‌ای بر بحث پایداری توی سیستم‌های کنترلی هم برای ما باشه. خب نهایتا توی این اسلاید اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، UAV ها یه جورایی نقطه تلاقی فناوری‌های کنترل، هوش مصنوعی و مهندسی هوافضا هستند و دانشجوها باید بدونن که در آینده نزدیک این سیستم‌ها توی حمل و نقل، نجات، نظارت و بسیاری از صنایع دیگه نقش کلیدی رو قراره برامون بازی کنن و یه جورایی میشه گفت که کار توی این حوزه خیلی خیلی پرکاربرد میتونه باشه. این اسلایدم معرفی کاربردهای سیستم‌های کنترلی توی محیط‌های خانگی و صنعتی رو میگه و نشون میده که کنترل محدود به تجهیزات پیشرفته نیست و توی زندگی روزمره ما میتونه حضور پررنگی داشته باشه. مثلا کاربرد خانگیش که خیلی آشناست برای ما، نمونه های مثلا تو خود یخچال که با ترموستات و کمپرسور دمای داخلی رو ثابت نگه میداره، یا فر یا بخاری یا آب گرم کنان، همگی سیستم‌های کنترلی دارن استفاده میکنن و یه جورایی میشه گفت اینا مثالای خوبیه که ما مخاطبمون جذب بشه و یه پیوند ذهنی با مفاهیم ابتدایی کنترل پیدا بکنه. کاربردهای صنعتی حالا پیشرفته تر چی؟ مثلا توی صنایع کنترل سرعت موتورها، دمای فرایندها، فشار، خود موقعیت یا پوزیشن برای اجسام مختلف، ضخامت مواد، ترکیب شیمیایی، کیفیت نهایی محصولات، اینا همه از وظایف سیستم‌های کنترلی دقیقن. این وسط ما روباتیک هم داریم دیگه. نقش روباتیک صنعتی چیه؟ ما هزاران ربات توی کارخونه ها دارن انجام وظایف خطرناک و تکراری و یا خسته کننده رو دارن برای ما انجام میدن و همشون هم باید سیستم‌های کنترل دقیق و پایدار داشته باشن. پس 3 تا وظیفه اصلی ربات انجام وظایف خطرناک، تکراری و خسته کننده است. مزایاشون چیه؟ مزایاشون اگه بخوام نام ببرم، یکی دقت توی اجرای عملیات، یکی ایمنی بیشتر برای کارکنان، صرفه‌جویی اقتصادی، افزایش بهره‌وری تولیده. مثلا حالا یه مثال که زده توی صنایع متالورژی، مثلا کارخونه‌های نورد به خصوص گرم که دما و ضخامت، پهنا و کیفیت ورق فلزی رو به صورت خودکار دقیق کنترل میکنه، بهترین نمونه است و نمونه بارز از موفقیت اتوماسیون صنعتی توی فرآیندهای حساس. اینجا هم توی این تصویر شما نمایش تصاویری از این خط نورد گرم فولاد رو میبینید که یه جورایی میشه گفتش که سیستم اتوماسیون و کنترل رو کاملا میشه اینجا حس کرد که چطوری داره روند رو کنترل میکنه. حالا جمع‌بندی اگه بخوام بکنم، ببینید سیستم‌های کنترلی هم تو 2 بخش زندگی روزمرهمون هم تو صنایع پیشرفته نقش اساسی دارن و این اسلاید هم تاکید کرده که مهندسی کنترل فقط برای پروژه‌های عظیم نیست، بلکه اساس عملکرد خیلی از تجهیزات ساده و حالا پیچیده رو هم میتونه تشکیل بده. خب این اسلاید هم ادامه بحث کاربردهای صنعتی سیستم‌های کنترلیه. هدفش هم البته تمرکزش هم بر حوزه‌های جدیدتر در حال توسعه، به خصوص به کمک تکنولوژی و با کمک ابزار دقیق‌ها هستش. مثالایی که حالا میزنه انبارهای خودکار هست مثل اتوماتیک ویرهاوسینگ ها و کنترل موجودی کالاها به صورت بلادرنگ یا ریل تایم و خودکار از
نمونه‌های برجسته ایناست: ربات‌های انباردار، قفسه‌بندی‌های هوشمند، نرم افزارهای کنترلی برای پیگیری، ذخیره‌سازی و انتقال اقلام به صورت اتوماتیک تو همه اینا کاربرد داره. کاربردهای نوینش توی کشاورزی، حالا با یه عکس نصف نیمه مرتبط رو می‌بینید، اکثر هوش تولید کرده. ببینید ما امروزه خیلی علاقه زیادی به استفاده از کنترل خودکار توی مزرعه ها رو می‌بینیم. چرا؟ مثلا اینا شامل سیلوهای کنترلی میشه برای ذخیره سازی غلات، و یا مثلا تراکتورهایی که خودران هستن، و این موارد همشون نیازمند کنترل دقیق رطوبت و دما و موقعیت مکانی مثلا این تراکتور و مسیر حرکتش و بینایی ماشین و همه این قصه هاست دیگه. یه جورایی میشه گفت که توی کشاورزی میتونه خیلی خیلی پرکاربرد باشه و نقش انسان رو باز کمتر بکنه. مثالهای مدرن صنعتی دیگه که بتونیم بزنیم مثلا ژنراتورهای توربین بادی که سرعت و جهت تیغا بسته به شرایط باد به صورت خودکار کنترل بشه، یا سیستم‌های خورشیدی که کنترل دما در سیستم‌های گرمایش سرمایش خورشیدی برای افزایش بهره‌وری رو انجام بده، یا عملکرد موتور خودروها برای کنترل سوختشون، احتراقشون، آلایندگیشون، پاسخ‌دهی موتور. همه اینا با استفاده از ECU و حسگرهای متعدد میتونه انجام بشه. و نکته مهم حالا اینجا با پیشرفت ابزار دقیق و پیاده سازی تئوری کنترل توی صنایع مختلف، یه جورایی میشه گفت این پیشرفت ابزار دقیق باعث ساده تر شدن اینا شده و سنسورهای هوشمند و ارتباطات بیسیم و الگوریتم‌های کنترل پیشرفته زمینه‌های این گسترش بودن. حالا تو این تصویرم شما یه تراکتور خودران توی مزرعه رو میبینید که عملاً داره به کمک حالا مثلا یه سیستم وای فای کنترل میشه از راه دور، ولی خب میگم دیگه کلا عکس رو هوش ایجاد کرده و تو کاربردهای واقعی اصولا حالا خیلی هم این شکلی نیست. و نهایتا اگه بخوام جمع بندی بکنیم، ببینید صنعت و کنترل داخل صنعت دیگه محدود به فقط خطوط تولید صنعتی نیست. از مزرعه گرفته تا نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر همشون رد پای از سیستم‌های کنترلی رو ما توشون می‌بینیم. و این اسلاید یه جورایی میتونه الهام بخش باشه که مخاطب به این فکر کنه که کنترل در آینده چه زمینه‌های دیگری رو میتونه توشون وارد بشه و حتی خودش ایده پردازی بکنه توش.